چرا نیمه شب از خواب بیدار میشیم و دیگه خوابمون نمیبره؟ بیدار شدن بین ساعت 3 تا 4 نیمه شب برای خیلی‌ها اتفاق میفته و معمولا فکر میکنن مشکل بیخوابی یا ضعف اعصاب دارن. اما این موضوع یه دلیل کاملا علمی داره. بدن ما هوشمندانه بر اساس یه ریتم شبانه روزی کار میکنه. طبق مطالعه مرکز تحقیقات خواب دانشگاه امریکا، بدن ما قرار نیست ساعت 3 نیمه شب از خواب بیدار بشه، بلکه ریتم طبیعی بدن اینه که بین ساعت 5 تا 6 صبح با افزایش هورمون کورتیزول بدن کم کم وارد حالت بیداری بشه. اما وقتی سیستم عصبی تحت استرس باشه، ذهن درگیر افکار حل نشده و فشارهای روزانه باشه، کورتیزول زودتر از حد طبیعی افزایش پیدا میکنه و بدن به اشتباه فکر میکنه زمان بیدار شدنه و بین ساعت 3 تا 4 نیمه شب شما رو از خواب بیدار میکنه. طبق گزارش بنیاد ملی خواب امریکا، در نیمه دوم شب خواب سبکتر میشه و بدن وارد مرحله اندو یا خواب رم REM میشه. تو این مرحله مغز هنوز فعاله و کوچکترین محرک مثل تغییر دمای اتاق، یه صدای ضعیف، تپش قلب یا یه فکر ناگهانی میتونه باعث بیداری بشه. و همینطور طبق مقالات پایگاه علمی پابمد و مؤسسه ملی سلامت امریکا، اگر شب قبل غذای سنگین، مواد قندی یا نوشیدنی‌های محرک مصرف شده باشه، این فشار متابولیکی میتونه بیداری در ساعت 3 نیمه شب رو تشدید کنه. حالا چیکار کنیم بعد از بیدار شدن دوباره خوابمون ببره؟ این سه روش از لحاظ علمی مؤثرترین ها هستن. اول اینکه بعد از بیدار شدن به ساعت نگاه نکنید. نگاه کردن به ساعت مغز رو وارد حالت هوشیاری و محاسبه میکنه و زمان بیداری رو طولانی تر میکنه. دوم، تنفس های عصبی انجام بدید. 10 بار تنفس آهسته و ملایم بکشید. این کار سطح کورتیزول رو پایین میاره و بدن رو دوباره وارد حالت خواب میکنه. و سوم، آرامسازی عضلانی انجام بدید. از عضلات پا تا عضلات صورت و فک رو شل کنید. این روش در پزشکی خواب استفاده میشه و به بدن سیگنال میده که خطری نیست، میتونی دوباره بخوابی. بیدار شدن در ساعت 3 اتفاقی نیست. این زبان بدنه. بدن داره به ما سیگنال میده که سیستم عصبی تحت فشاره و مغز همچنان در حالت هشدار مونده. و این نشانه بیماری یا مشکل نیست، بلکه درخواست بدن برای تعادل عصبی هورمونیه که باید بهش توجه کنیم، وگرنه مشکلات بیشتری رو برامون ایجاد میکنه.